به نام خداوند مهربان، برادران و خواهران گرامی، هموطنان ارجمند، به برنامه ما خوش آمدید. امیدواریم که صحت و سلامت و موفق و سربلند باشید. از درگاه خداوند متعال خواهان آنم که ما و شما و تمام ملت تاجیک را از تمام گزندهای زمینی و آسمانی نگاه دارد، بخصوص در این روزهایی که با کرونا ویروس دست و پنجه نرم میکنیم. خداوند ملت تاجیک را از این ویروس و از تمام گزندها نگهبان باشد. دوستان گرامی، خودباختگان نفرانی هستند که یک وقت در صف مخالفین فعالیت میکردند، ولی بعدتر و با سبب‌های مختلف به طرف حکومت رفتند. یک وقت دغدغه آزادی و آزادگی میکردند و مبارزه ضد ظلم و ستم و قربانی دادن به خاطر ارزش‌های والای انسانی مثل حقوق بشر، آزادی و غیره چنین دغدغه‌ها میکردند. ولی حالا نه تنها از حکومت خودکامه دفاع کنند، بلکه به سابق همسنگران خود در مبارزه هستند و به همسنگران سابق خود میتازند. من این طایفه را شخصا خودباختگان نامیدم، زیرا اینکه آنها واقعا پیش از این طرفداران خود را باختند. آنها جنگ با داخل خودشان، زیرا یک طرف ارزش ها هست و یک طرف دیگر ظلم و ستم. اونهایی که یک وقت فعالیت میکردن و رفتن به طرف، برای من بهترین واژه‌ای که ما رو تعریف کند این خودباختگان است. در کشورهای غیر دموکراتیک و خودکامه از جمله تاجیکستان، حکومت ها همیشه کوشش میکنند که با هر راهی نباشد، چه قانونی و چه غیر قانونی و حتی چه در شکل جنایت، مخالفین سیاسی خود را سرکوب بکنند، تضعیف بکنند. و یکی از همین راههای فشار، تضعیف، این کشیدن بعضی افراد مخالف و صف خود است. در سالهای اخیر که مخالفین تاجیک در خارج از کشور فعالتر شده اند، چنین پدیده به شکل چشمگیر دیده می شود. اکنون حکومت تاجیکستان قادر بوده است توانست که چندین نفر را از گروه های مخالف به طرف خود بیارد و آنها را در خط اول مبارزه با همسنگران خود مخالفین سیاسی تاجیک قرار بدهد. حکومت تاجیکستان با آوردن مخالفین به صف خود میخواهد پیام‌های به مردم بیارد، میخواهد چهره خود را سفید کند که مخالفین تاجیک ضعیف هستند و حکومت قادر به رخنه صف داخلی مخالفین است. و همچنین اینکه این خودباختگان، حکومت این را درک میکند که این خودباختگان بیشتر از دیگرها و همسنگران خود با همون اسلوب خودشان مبارزه میبرند. سبب‌های خودباختگی خیلی بسیار است. یکی از آنها میشود بگیم که وعده پولی و وعده ایجاد شرایط. همچنین یکی از سبب‌های دیگر که بعضی ها رو وادی به برگشت به طرف حکومت کرده است، این دست کشیدن، وعده دست کشیدن فشار بالای خانواده آن. انصافاً برخی از آنها از همین طایفه و سبب طاقت نآوردن به فشارهای زیاد و مشکلات مبارزه، در اونها یک تحول فکری به وجود آمد که این یک بحث دیگر است. این یک بحثی روانی است که رو بعدها صحبت کنیم. به هر حال طبیعی است که در طرف حکومت امتیازها در ناخوانک بیشتر هست و در حالی که با مخالفین بودن قربانی زیاد را طلب و ارزش‌های انسانی مثل آزادی، جوانمردی، مبارزه بر ضد ظلم و ستم و دفاع از حقوق انسان‌ها، این ارزش‌ها هستند که به مخالفین انگیزه می‌دهند که همان مشکلات را به خاطر فعالیت‌های سیاسی پشت سر کنند و آماده هستند که با چنین مشکلات‌ها، با چنین نامردی‌ها روبرو شوند. قابل ذکر است که چنین پدیده یک پدیده جدید
نبوده است، بلکه در طول تاریخ انسانیت با پیامبران و دیگر هر کسی در میدان مبارزه بین حق و باطل، بین تاریکی و روشنایی و بین عدل و انصاف و ظلم و ستم قرار داشتند، چنین حالتها را داشتند، چنین حالتها، چنین پدیده ها وجود داشت. صحبت امروز دوستان گرامی هموطنان ارجمند در همین موضوع است، در مورد همین طایفه مردم است. کوشش میکنیم که این صحبت ما یک صحبت منصفانه، آزاد باشد تا مسائلی که مربوط همین قضیه است و همین طایفه ربط دارد و اون را به شکل یعنی منصفانه بحث و بررسی کنیم و امیدواریم که شما هموطنان گرامی در این صحبت ما از این صحبت ما استفاده خواهید بود. مهمان امروز ما برادر شراف‌الدین گدایف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان است که خود چند وقت در تاجیکستان همچون گروگان قرار داشت و با این طایفه مردم هم ملاقات ها و نشست های داشت و بخصوص اون روزهای اول. برادر شراف‌الدین گدایف، خوش آمدید به برنامه ما. سوال من این است که شما وقتی که شما را غیر قانونی همچون یک جنایت شما را دربوده بودن و تاجیکستان برده بودن، شما در اون وقت با همین طایفه مردم ملاقات های داشتید. در عموم وضع اونها را شما چطور یافتید؟ اولا درود و سلام به شما، درود و سلام به بینندگان شما. تشکر با دعوتتون به این برنامه. ببینید، وقتی که سال 2012 ما را از شهر مسکن قانونا با راه جنایی دزدیده به تاجیکستان بردن، البته دیگر پهلوهای حادثه را ما شرح داده بودیم. در مورد آنه که این طایفه از همین مردمی که برگردانده آورده بودن به خاطر باور کناندن من این من باخوری انجام دادن و یک طرف قضیه و طرف دیگری قضیه این بود که آنها توسط این نفران میخواستن اثبات کنند که من در دست قدرتی نیستم بلکه در آزادی قرار دارم. یعنی که آن دروغ هایی که مقامات تاجیکستان بالای من انجام داد، آن دروغ ها اینها میخواستن راست همه آن فرضیه های دزدی که آنها جنایتی که آنها صادر کردن توسط این بچه هایی که برگشتگی هستند توسط سابق همسنگران چکار کنن تصدیق کنن. البته من چهره اینها رو خوب میدانم و از هر یک اینها رو با کدام شرط و شرایط رو برگشتن و چی اینها رو وادار کرد برگشتن. هر یکی اینها یک قضیه های خودشان دارد. یکی هم با فریب خوردن کارمندان مقاماتی بلوچستان، یکی هم با پول مایل شده است. با راه‌های گوناگون اینها به تاجیکستان آورده شده. یکی را هم دیپورت کرده به تاجیکستان آوردن. یعنی که نمی‌شود همه آنها را در یک تاریخ، در یک با یک مسئله تاجیکستان آورد. شخصیت‌هایی بودن که خودشان واقعا به خاطر پیدا کردن یک موقع، یک جایگاه برگشتن به تاجیکستان. یعنی این شخصیت‌هایی بودن که برای آنها آن ارزش‌های آزادی، انسانیت و ولایت قانون چندان برایشان ارزش نداشت. اینها پشت یک هدف‌های شخصی خود بودن. جریان مبارزه این هدف‌های آنها را نشان داد که آنها نه به هدف‌های این ارزش‌های والا بلکه به هدف‌های شخصی و خصوصی خود را دنبال می‌کردند و دیدن که در این هدف‌ها در حکومت چی می‌شود، دسترسی می‌شود، امکان عملی کردن این هدف‌هاشون دارن، رفتن با حکومت این شرایط برایشون پیشنهاد کردن، یک جا شدن. در عموم وضعیت چون چقدر است؟ واقعا آزاد هستند، پاسپورت دارن، حقی بیرون بر اومدن دارن، اینا چقدر است وضع؟ وقتی که شما دیدین اونها بجایی در گوشتون یگان چیز نمیگفتن یا چخل در اون چخل پیدا میکردید؟
ما چنین فرصت رو نداشتیم به خاطر که ما رو حکومت امنیتی اعطا می‌کردن در همراه در اونجا. من این چنین فرصت رو نداشتم ولی از وضعیت آنها کاملا خبر دارم. یک نفری آنهایی که برگشته بود نام فراموش کردم حتی همین شعرهای خطی رو می‌ذارم ضد مخالفین میگفت. یک نفر از آنها یک وقت برآمده به آلماتو رفته بود از آلماتو دستگیر کرده دوباره آورده زندان کرده. یعنی این نفرهایی هستند که باید که کاملا زیر دستی خودی علامه حکومت باشند و همچون یک وسیله همچون یک راه یک همچون دستک برای مبارزه بر ضد همسفان خودشان. این برای انهمی و دیگر هم باشد برای نشان دادن که ببینید این چند نفره که امروز از این ارزش ها صحبت میکنن واقعا دنبال این ارزش ها نیستن و دنبال این وظیفه ما این وظیفه رو براش پیشنهاد کردیم یا یک چند پولی برایش در اینجا تعیین کردیم به خاطر این پول هر کاری که خواهیم برای ما انجام میدیم. یعنی که از یک در چهره چند نفره که واقعا دنبال پول و مال هستن میخوان دیگران رو هم در همین چهره آنها نشان دهند یعنی اینها همینها هستند. من فکر میکنم که این راه مبارزه است. در این راه مبارزه نه همه کسا میتونن سوداگری کنن. شاید بعضی ها مجبور میشن ولی که من اینجا هیچ مجبوریت رو نمیدونم. هیچ مجبور انسان میتونه در همه شرایط زندگی کنه ولی اون ارزش ها اون چیزی که واقعا به اون باور دارد اعتقاد دارد من فکر نکنم که اعتقاد بس شود چون آن چیزی که ما امروز میبینیم در تاجیکستان میگذرد برای این تحلیل این یگام عقل بزرگ در کار اینشتین بودن در کار نیست. آنها همین چشمی سر همه چیز رو خودش برایت میگوید همه چیز رو در پیش ما بیان است. حاجت به تحلیل کردن وضع در تاجیکستان نیست. هر نفری که کمترین اظهار خود داشته باشد هیچگاه برای خودش اجازت نمیدهد که با حکومت همکاری کند یا با حکومت رود یک جا شود و بر مقابل خود هم سنگران خود مبارزه برد از داخل تاجیکستان. یعنی به نظر شما اونها آزاد نیستند ولی من بعضی اونها رو آزاد نمیبینم ولی بعضی اونها آزاد هستند. اگر عادت کرده هستند همون یک مبلغ یک چیزی که برای اونها میکنند و فکر میکنم که به همین قناعت میکنند کار میکنند. یک این کار نیست که اونها همیشه تحت سپورش هستند. بعضی از سپورش میگیرن ولی با همون سپورش ها کار میکنن ولی آزاد هستند. اگر در چارچوبه منفیت های همین صنفی حکومت که کار میکنن یعنی اونهایی که نسبتاً آزاد هستن اونهایی که دیگر حکومت به اونها اعتماد میکند که مثلا اون طرف نمیرود یا یگان چیزی در پشتش دارند که دیگر میدونند حکومت که یا مقامات که اون دیگر اون طرف نمیرود این امکان دارد. ولی ببینید یک نفری که یعنی نزدیک به همین نفرون برگشته بود و من چنین شهر داد که تلفن های آنها را پارول فیسبوک و رمزی فیسبوک و دیگر چیزهایی که در دست دارن تلفن هایی دارن آنها همیشه دسترسی مقامات است. هر وقت مقامات با اکانت های آنها وارد میشد و میسنجد که اینها با کی علاقه دارن با کی صحبت میکنن خودشان همیشه در نظارت هستن خودشان در نظارت هستن. یعنی یک نظارت این خیلی نیست که آزاد هستن یک نظارت بالایشان هست. این در این حکومت انسان های بودن که سینه خودشان رو برای حمایت این رژیم پاره کردن اما این حکومت با آنها رحم نکرد. چی هست به یک نفری که از یک طرف میدان به یک طرف میدان گذاشته هر یک آدم عقلدار و عقلی سالم داشته میفهمد که یعنی یک نفری که یک دو فروخته شد دو دیگر هم فروخته میشود. پول و مال میگرده و همیشه خرید فروش میشود. برای این نفران اعتماد هیچ وقت کرده نمیشود. برای نفرانی که خرید فروش میشود. بسیار خوب. در حکومت مثلا شما ذکر کردین که
چندین عوامل باعث شده است که اونها اومدن. آیا در حکومت یک نهادهای خاصی هست که در همین باره کار میکند، مثلا برای آوردن مخالفین؟ یعنی نهادهای خاصی هست یا کیها هستند؟ کدام نهاد هست؟ ببینید اینجا هم کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و هم دیگر نهادهای قدرتی تلاش میکنند که علی همون زنجیرهایی که بسیار سست هستند و امکانی کندنشان از مخالفین هستند، بالا اینها کار میکنند، اینها رو میسنجند، ظرفیت اینها رو، فهمیش اینها رو، دانش اینها رو، یعنی بالای هم روحی هم روانی هم اقتصادی هم اجتماعی همه جهت اینها رو میسنجند و مطابق خواستا و خواهش‌های اینها کار میکنند. فرض مثال خود توشمت وقتی میفهمند که هدفش به دست آوردن یک بنان است، برایش بنان پیشنهاد میکنند. این خواهش‌های همین توشمت با همین بنان قناعت میشه، برایش همین بنان رو پیشنهاد میکنند و خاطر توشمت رو به دست خود آوردن. یعنی هر یک نفر رو وقتی که یعنی با همین رو میبینن که در کجا در کدام حلقه ضعیفی ها هستن، در اون حلقه رخنه میکنن وارد انا همون سیستم اپوزیسیونی یا انا نظام‌های برادر بله برادر شرافتی پیشتر گفتین که اونها آزاد نیستن، حتی مثلا فیسبوک و مثلا اون شبکه‌های اجتماعیشون پرولاشون هم میدونن، مخدومات، بعضی مخدومات مخصوص اونها. ولی ما دیدیم که در مثلا سال گذشته، این سال نه سال پیشتر 2019 برخی از پیرانسالان همین طایفه و به ورشاو آمدن برای شرکت در کنفرانس صحه و علیه مخالفین صحبت کردند. پس این دلالت نمیکند که همین طایفه آزاد هستند، میتوانند سفر کنند و اونها مثلا مثل دیگر شهروندان همین خیر رفتار میکنند. یعنی ولی اینهایی که آمده بودن بیشتر همون طایفه پیرانسال همونا بودن. ببینید این مثال آورده چند از پلاسمایی که هم در ورشاو بودن. من فکر میکنم که نسبت آنها در تاجیکستان یگان عیبنامه هست و غیر از این یگان کمپرامت هست که به آبروی عزت آنها یا به خانوادهشان تاثیر میرساند. فکر میکنم اینها همچون برای در زیر نظارت خود، در زیر کنترل خود در آوردن این چیزها جای دارد. می شود در اول این چیزها به طور یک این نفران رو به طور شاید به پول به یک چیز به تاجیکستان برگرداند، ولی در جریان در تاجیکستان بودنشان من 100% باور دارم به اینکه نسبت آنها بعضی کمپرامت‌هایی که برای بیرون از اخلاق هستند، چون در تجربه این حکومت این کارها وجود دارد و مخالفین خودش را با هر راه و واسطه میخواهد مشخصاً کدام مثلا یکم با زندگی شخصیشان دخالت کردن، وارد شدن جای خوابشان، این از این کارهای بیشرمانه و غیر اخلاقانه و غیر انسانانه که آنها با امروز کرده ایستاده. من فکر میکنم که از این راهها آنها استفاده کردگی هستند. شاید این چیزها در دستشان باشد و اینها را از توسط این کمپرامت‌ها زیر کنترل خود در آوردگی هستند، چون این در تجربه ده‌ها کشورهای دیکتاتوری جای دارد از این وسیله استفاده بودن در مقابل اپوزیسیون و در مقابل رقیبان خود برای زیر کنترل خود در آوردن. من فکر می‌کنم تاجیکستان هم نسبت به همین اشخاص چنین کمپرامت‌ها دارد. یعنی می شود که اونا را بگیم که یک نوع گروگان هستند. بله؟ ببینید گروگان نفری هست که تلاش میکند که از گروگان آزاد شود. تلاش میکند.
اما من اینها را گروگان گفتن نمیتونم. من اینها را بیشتر قربان نفس خود شده گرفتم. خودشان این راه ها انتخاب کردن، خودشان به این اشتباهات راه دادن، خودشان یعنی دلشان میخواهد که برگردن، دلشان میخواهد که در مبارزه باشند. من فکر نمیکنم همه آنها تا این درجه از آن ایده خودشان دست کشیده باشند. تا یک اندازه میخواهند، اما راهی برگشت ندارند. راهی برگشت و دیگر نه اپوزیسیون نه جامعه نه کسی به آنها باور. آنها خودشان فهمیدند که برای نظام آنها رو استفاده بود. نظام از آنها خوب استفاده کرد و حالا اونها برای کسی لازم نیست. یعنی همین چیزی که حالا مثلا به طور مثال بسیار از سرنوشت برادر شرافدین، متاسفانه اینترنت نمیدونم اینترنت شما است از ما است کمتر ضعیف است، بعضی وقت میچسبه که تماس با مشکل پیدا می شود. ولی به هر حال حالا مثلا گفتین که مثلا اونها احتمال دارد که یعنی وضعیت مجبور کرد. آیا امکان دارد که اونها در اونها یگان تحولی فکری پیدا شده باشد؟ یعنی مثلا برای یگان چیز نه، ولی واقعا میبینند که این کاری مثلا مخالفین چندان فایده ای ندارد یا مثلا مشکل زا است، این است برگردن به اون طرف و بعد چند مدت معلوم می شود که اونها در یک چاه زدگی است. ببینید اینجا انا همون وعده‌ای که شما گفتید و اومد مقامات امنیتی، مقامات ترکستان 98-99% فعالیتشان در اساس دروغ، وعده‌های دروغ است. آنها بیشتر وعده‌های کلام، وعده‌های بسیار بزرگ میگن ولی در عملی کردن عملی نمیکنند. بیشتر اینها وقتی که با این وعده‌ها داده میشوند، وقتی میآیند و با واقعیت روبرو میگردند، در راهی برگشتن ندارند. راهی برگشتن آنها را نمیشود گفت که یا چیزی را در مخالفین دیدم دیرشان از مخالفین سرد شد. نه، مخالفینی که در اروپا هستند آنها با همون طور، با همون طرزی که داشتن، با همون طرز کارشان را پیش برده شدن و اینجا تنها مشکل شخصی و فردی آنها خودشان است. اینجا مشکلی نه نظامی مبارزه اپوزیسیونی است، نه کدام مشکلاتی در مسئله کاربری و ایده های اپوزیسیونی است، بلکه تنها مشکل در چیز شخصی خودشان است که آنها با آن گرفتار شده است. شما پیشتر گفتین که میسیشان خلاص می شود و واقعا مثلا از سرنوشت خیلی از اونها دیده می شود که مثلا در اولی که میروند خیلی فعال هستند، در شبکه‌های اجتماعی صحبت میکنن، ویدیو میکنن، ولی بعدی مدت میبینیم که اونها به فراموشی میروند. یعنی وقت بعدتر اونها دیگر پیدا نیستن، نه در شبکه‌ها حضور ندارند. مثلا اونها به نظر شما این سبب چی است که در اول اونقدر فعال هستند و بعد اوستا حضورشان رو میبینیم که به حدی میرود که مثلا دیگر بعضی وقت بعضیش اصلا دیگر حضور در شبکه ها نخواهد داشت و بعضی وقت میفهمیم که مثلا خبرهای زید و نقیض، مثلا بعضیش مثلا اون بالا یکی از اونها بطور اون یک چی شد، یک خبر پیدا شد که مثلا گویا بعضیش گذاشتن، ولی واقعا بعضیش مثال یک حالت گرفتار میشوند که اصلا دیگر دور میشوند. سبب شما در چی میبینید؟ ببینید وقتی که آنها با وعده‌های مقامات باور میکنند تا یک مدت میروند و این باور خود فکر میکنند که امروز نشد در 2 ماه پس دیگه میشه، در 2 ماه پس دیگه مثلا این کار عملی میشه یا میگه تو ما هم مسئله شما رو در بالا دیده ایستاده و بالا حل کنند، ما هم میکنیم، شما هم کار کنید فعالیتتون بردن گیره. باید بسیار که باور میکنند که انا همون وعده‌های مقامات عملی میشود، به خاطر که انا همین اینها تا یک اندازه به خاطر عملی شدن انا همین آرزوهایشان چیکار بکنند، دلگرمانه مبارزه میکنند. یک و دوم که
وقتی دو با سه ماه استفاده میشن یا استفادهشون میبرن، وقتی که اونها عملی نمیکنن پایششون رو، دیگر اونها خودشان دیسرچ شده و ایسته میروند از مبایشون دور بشن. و دیگر وقتی که همین یک نفری که برگردوندی به تاجیکستان دیگر چی میگه در مورد به مثل توتی بنی باید که همیشه 4 حرف بوده شد در اون قبلی اپوزیسیون گفته ایستادن گیرد که دیگر مردم از این حرفا سر میشه و یک دو گفته یا دو دیگر بس هست چی هیچ اهمیت کسی هم دیگر برایشون اهمیت نمیداد و هم اهمیت ندادن خودی انهمی جامعه و هم اون چیزی که مقامات برایشون وعده میکرد اون چیز عملی نمیشه دیگر از دو طرف بیزار میشه. این واقعا هم یک چیز است که وقتی که انهمی مقامات هم میدوند که همین یک نفر رو مدت 2 ماه 3 ماه 4 ماه استفاده بکنه بعد از اون دیگر ما چی استفاده میکنه اگر که تواند 1 2 3 4 نفر رو همسنگران خودش رو با فریب کرده بیارد تاجیکستان هم بسیار خوب اون رو یک چند وقت دیگر نگاه میدارن. ولی بعضی از این نفران هستند که به مثل یکی همسیفانشون رو 1 سال قریب 1 سال پیش برده بودن ولی این همسیفشون رو چند وقت است استفاده بودن ولی این همسیفشون تلاش دارد که همسنگران خودش رو از اروپا و تاجیکستان برگردند. یعنی یک وظیفه رو هم در بیزنسی مهره یعنی یک انا همین نفر رو از برای اونها از اروپا از یک دیگر برگردوندن و این رو رکلام کردن برای اونها خیلی ارزش دارد ولی این همسیفشون رو استفاده برده ایستادن در همین جا. ولی باز هم بعضی معلومات های دیگر هم پیدا می شود که این همسیفانشون رو برای معین کردن بعضی جیانهای لیدرها برای قتل کشتار لیدرها تلاش کرده ایستادن که همین توسط این همسیفانشون معین کنند توسط همون علاقه‌هایی که پیشتر داشتند و برآمده خیلی سازت اینجا ای بچه شما در کجا هستید و همین یاد از گذشته میکنند و بعد آیسته قدم به قدم از معلومات جمع کردن معلومات گرفتن از داخل اپوزیسیون چی گپ رفته ایستاده است این چی گپ فلانی چی گپ همین خیلی معلومات برای معلومات جمع کردن استفاده میکنن. یعنی اینجا هر یک نفری که برمیگردد برای استفاده به مقابل اپوزیسیون استفاده میشه. من از تجربه خودم میگویم که وقتی من رو دزدیده بردن هدفشون هدف اساسیشون استفاده در مقابل اپوزیسیون. ما رو نبردن که همچنین متخصص یا که خواهش ما همچنین متخصص آمده تاجیکستان یا آوردیم شما تاجیکستان ما با شما خیلی چند تا مسئله رو پیشنهاد میکنیم شما در این مسئله ها کار کنید. نه شما در این مسئله ها ما یک دو وظیفه میکنیم برای شما از دنبال حمایت نظام ما میشنیم. یک نفری که در مقابل نظام آنها مبارزه میبره یک بار این را دزدیده به تاجیکستان میاره و این رو میگن که شما در مقابل نظام نبود در مقابل اپوزیسیون در مقابل همسنگران خودتون میبرید. یعنی این در حالت شاک قرار دادن همین مردم هم نشان میده. این نفری که دیروز از رحمان و فروز جنایتکار میگفت دوست میگفت تجاوزگر میگفت و امروز آمده است انا همون همسنگرای خودش رو گناهگار کرده. یعنی این یک آدمی نامکلف است. یعنی در خنده‌خریش کشیدن یک نفری که در مقابل آنها مبارزه می‌کند. هر کسی که اگر عقل سالم داشته باشد اینو خوب درک می‌کند. بله یعنی اینا خود به خود در داخل خود با اون چیزی که ارزش‌هایی که باور داشتند و با اونایی که میگویند واقعا بین خودشون در داخل یک چی بگیم در داخل خود جنگ میکنن. یعنی وقتی که آدم به یک واقعا بعضیش میبینی دلت میسوزد که یک آدم با این مثلا شخصیت بیاید مثلا با این فکرها را بیاید
یعنی یک چی میشه. ولی سوال اینجا یک چیزی که حالا گفته دوستان که اونها مثلا وقتی وعدهشون پورا نمیشود، هر نوع انسان ها هستن، هر شکل طبیعی شخصیت ها دارن همین طایفه، و امکان دارد که بعضیش مثلا کمتر سختگیرتر کند و بعد اون مقامات، بعضی از مقامات اونها را مورد شکنجه قرار بدهند یا فشار یا دیگر همین چیز امکان دارد. من فکر نکنم که این مسئله جای داشته باشد. من چون رفتار اونها رو فکر میکنم که آنها به خاطر خودشان رو شیرین کردن در رمز مقامات و فعالیت خودشان رو نشان دادن، آنها بیشتر تلاش میکنند. میدانید من یک چیز عجیب دیگر رو در آن دیدم که من در همین سیستم نظامی امامزاده، نظامی در رژیم رحمان دیدم که هر کس میخواهد که خودش را در پیش یک همون کارفرما یا رهبر و همون شخصیتش را نشان دهد یا کار فرستاده و برای خودش را نشان دادن حتی زیردستانش را هم میتواند قربان کند. یعنی انسان ها برای خودش را هم نشان دادن، چون فضا همین یک فضای ساخته شده است که بعضی وقت ایدئاهای خودش را هم قربان میکند. شاید در تنهایی رود و با خودش جنگ کند، ولی در عمل کردن همین ایدئاهای بالای خودش را قربان میکند. این به فکرم که بدترین زندان یا بدترین برای یک انسان است که خودش را به خاطر چیزی به خلاف منشأ قربان میکند. بسیار خوب. شما شاید گزارش رادیو آزادی را دیده بودین از محتوای عریضه که گویا یکی از فعالان در اروپا مدت 3 سال است که اینجا است، اون نوشته باشد. در اون محتوای عریضه آمده است که من پشیمانم، من گمراهم، من از جناب عالی بخشش میپرسم، مرا از جناب عالی منت دارم. این سخن ها به نظر شما مثلا در این شب و روز که مثلا مخالفین هم مثلا در اروپا قوی شده است، وضع در روز به روز بد شده است، مسئله پندمی، مسئله وبای همگیری کرونا ویروس است، وضع اقتصادی بد شده است، چرا مقامات شما در همین شاید گزارش خوندین، نه گزارش رادیو آزادی را خوندین همین از همین عریضه؟ بله. شما در همین پشت همین خبر چی رو میبینید؟ در پشت همین خبر چی رو میبینید؟ این یا یک نهادهای خاصی هست میکند یا چی پیام دارد؟ چی میشود تحلیل کردن؟ ببینید اول اینا فشار می آورند بالای خانواده، بالای پدر و مادر و ببینید که این کارشون نتیجه نمیدهد. دیگر میگن که اول به زور، اگر که به زور نشد به زوره، به تولد دیگر با این راه میگذارن، یا به زور یا به زهر. اینها اول زوری خودشان رو نشان دادن که زورشان با این کار نمیرسد. از توان آنها بیرون از یک نفر از اروپا یا از دیگر کشورهای دموکراتی برگرداندن، آنها مجبور میشوند که از راه‌های زوره و تولد، از راه‌های فریب آنها رو برگردانند. البته این نشان میدهد که در وضعیتی که امروز رحمانوف قرار دارد نیاز به آن دارد که حداقل یک چندین نفران که در صف مبارزه در مقابلش هستند آنها رو برگرداند. اگر که چندین نفرای تاثیررسان هم نباشد، اما همچون برای نشان دادن که ما در نظر هم نشان ما راهی که می شود به تاجیکستان برگردانید، ما حداقل انا همون سپورش شما را انجام دادیم. یعنی یک چند نفری که توانستن اینها را آوردیم. وقتی که رحمان سپورش میدهد باید خود رمضان رحیم‌زاده یا یک نتیجه یا رزولتات وارد این کابینه رحمان شود که آقای احمد حشمت فلانی چرا ما آوردیم از اروپا پایش کردیم و آمدن افسون کردیم، اینقدر فعالیتی کردیم شدیم. من فکر میکنم
اجرا کردن انام فرمان رحمان فصل که میخواد انامی موج انتقاد و موج ناراضگی ها را تا اندازه کم کنه. ولی این مشکلی که حکومت تاجیکستان و سیاست نوتوپوستی رحمان پیش برده است، مشکل مردم رو روز تا روز زیاد میکنه، چون وضع اقتصادی بدتر شده است، از وضع اجتماعی مردم بدتر شده است، مردم جای کار ندارن. یعنی خود به خود ناراضگی در داخل تاجیکستان افزوده ایستاده است، زیاد شده ایستاده است. یعنی با این راه میخوان که مسئله رو تا اندازه پایین‌تر بیارن. مقامات به نظر شما چه خیلی درک میکنن که مثلا با فلانی، مثلا با احمدی و با محمدی و با اکبر نمیدونم با کی میشود کار کرد؟ یعنی اونا مثلا به نظر شما چه خیلی تشخیص میدین که با فلانی آدم باید کار کرده میشود نمیشود؟ اینا چه خیلی تشخیص میدین؟ ببینید وقتی که با یک نفر صحبت میکنید شما میتونید اول در عموما در بیرون از سیاست با اون صحبت بعد آیسته وارد با اون سیاست شد. شما نمیتونید در اول که مقابل شما فرمانده مقاماتی امنیتی بعد آیسته فکرهای شما را میفهمد، دوست میشود با شما و شما رو آیسته شاید میگه یکم خدمت نیست در این خدمت شما انجام کنید. آیسته همین خیلی وارد میشد. بعضی هستن که میبینن که احتیاج مالیوی دارد، فریب کرده یکم چیزی ناچیز رو میگوید که فلان چیز رو برای منطقه من همینقدر پول میکنم، یکم کمپرامت نسبتش آموزه میکنن. یعنی راه های گوناگونی، متد های گوناگون وجود دارد که این متد ها رو مقامات امنیتی استفاده میبرد و من اینجا نمیتونم همه رو بگم چون خیلی اینجا طرز و روندهایی برای در زیر دست خود تاسفانه اینترنت کمتر پیدا کرد، ما آوازی برداشت رو نکرد. بسیار خوب. یک نفر رو نگاه میکنن، هر احتیاجی که انا همین نفر داشته باشد مطابق همین احتیاج همین نفر مثال کار خودشون رو راه اندازی. شما مثلا گفتین که مقامات وعده پولی میکنن و اکثرا در وعده شرایط کمپرومایز هر چیزی باشه حکومت و بیشتر اینها را اجرا نمیکنن، انجام نمیدهن. ولی به نظرتون چرا مثلا باز میبینیم که مثلا یعنی سرنوشت اونها را مردم میبینند چی میشود، که واقعا در چه حالت هستند و چی مجبوریت هایی دارند چی مثلا، ولی باز بر اون میبینیم که باز حکومت هم در این کار مثلا حالی هم افشاری میکنند مثل دیگر. ولی سوال این است که سرنوشت اونها اگر بگیم که خلاصه گپ بگیم که مثلا سرنوشت همین مردم چی میشود؟ به نظرتون مثلا گفتین که اول خیلی فعال هستند در زمین صحبت گفتیم و بعد غیر فعال میشوند و از حضوری مجازی در شبکه‌های اجتماعی دور میشوند و بعد به نظر شما سرنوشت اونها چی میشه؟ ببینید یگان نفرش میرود از دنبال زندگی خود میشود، یک نفر دیگرش که کمی قابلیت سخن کردن و کارها را دارد شاید این را همچون توتی برای خودشان گرفته استفاده برند و برایش یک معاش ناچیز میدهد. خیلی در این شرایط است باید کار کنید، نخواهید رفته همون ادای من هست. وقتی که میبیند که دیگر این هیچ کار کرده هیچ کار انجام داده نمیتونه، دیگر به مثل یک توتی گرفته استفاده میبرند، دیگر این جای هم رفته کار کرده نمیتونه ولی مجبور است که انا همین شرط شرایطی که مقامات برایش پیشنهاد کرده است رو قبول. بسیار خوب. پیام شما به اونهایی که احتمال دارد که به همین فرشته ها و همین وعده های بر دروغ حکومت باور کنند در آینده، یعنی در عموم نظرتون چی است؟
و باید چیکار کرد؟ فعالان سیاسی در همین راستا به نظر شما چی باید کرد؟ به نظر من این است که پیش از همه هر یک نفر داشت در همین عمری که حکومت دارد بسیار کوتاه است، شاید یک سال، یک دو سال یا 2 سال دیگر این بسیار زود میگذرد و خودشان رو به خاطر یک وعده، یک چیزی ناچیز نفروشند. چون انسان میتواند در تک یک درخت هم زندگی کند. وقتی انسان اگر ناموسش را هم از دست داد، اگر در قصر ها زندگی کند، برایش زندگی که ارزش ندارد. هر انسان باید که همین ارزش ها رو، همین فهمش ها رو داشته باشد پیش از همه که رفتن و تسلیم شدن در دست ظالم و همچون دسته این ظالم شدن این بسیار شرم‌آور است و باید که هر نفر از این اقدام و از این پیش همه گونه همکاری که مقامات با پیشنهاد میکنند و همین مبارزه باید که از این دست کشند، چون این بسیار یک عاقبت بسیار بد دارد. ما بسیار در تجربه دیدیم که اول از کارهای میده شروع میکنند و بعدا عاقبتش آورده به یک شرمندگی و رسوایی آورده میرساند. انسان آزاد است، انسان نباید که دست کسی باشد، باید فکری خود داشته باشد، منطقی خود داشته باشد. انا همون دنبال ارزش های انسانی رو که هستند باید دنبال آن چیزی که ظلم و ستمی که رفته او بود است که تو فردا 2 سال پس دیگه این نظام از بین میرود و شما باز هم در همون یک حالت قرار بگیرید که مجبور هستید که دیگر از شرمندگی و از روسیایی دیگر نمیدونید خودتان چیکار کنید. انا همون روز قرار رسیدن باید که هر نفر از حاضر فکر کند که برگشتن با این رژیم بودن این بسیار هم برای خود و هم برای آینده خود ظلم و جبر است. سلامت باشید برادر شراف‌الدین گدایف، رهبر جمهوری تاجیکستان. از شما تشکر میکنم برای اینکه وقت به ما دادید و در این برنامه شرکت کردید. همچنین از تمامی بینندگان برای وقتشان تشکر میکنم. این بود صحبت ما در مورد خودباختگان و موضوعاتی که مربوط به همین قضیه است. این بود. خداوند یار مددگارتان تا صحبتی بعدی.